آنچه توسط تحقیقات و مطالعات ساینسی و فیزیکی به حد اثبات رسیده است این است که در حدود 13.8 میلیارد سال پیش و نظر به تحقیقات اخیر حدود 12.8 میلیارد سال قبل یک کتله بسیار متراکم و فشرده با حرارت فوق‌العاده زیاد منفجر شد. با گذشت زمان حرارت پایین آمد و زمینه تشکیل اتم‌ها و نهایتاً ستاره‌ها و کهکشان‌ها مساعد گردید. تعداد زیادی از ستاره‌ها و کهکشان‌ها قبل از خلقت زمین به وجود آمدند که از آن جمله خورشید در حدود 4.6 میلیارد سال قبل و زمین در حدود 4.5 میلیارد سال پیش خلق گردیدند. کائنات بر اثر ضربه انفجار بزرگ متداوما وسعت می‌یافت و کهکشان‌ها از هم دور می‌شدند، اما جاذبه برخلاف این ضربه عمل می‌کرد و سرعت وسعت یافتن کائنات را کاهش می‌داد تا اینکه ناگهان در حدود 4 یا 5 میلیارد سال قبل این حالت معکوس گردید و سرعت وسعت یافتن کائنات از حالت کاهش رو به افزایش نهاد. دانشمندان عامل این پدیده را انرژی تاریک نام نهادند. اینکه انرژی تاریک چیست و از کجا منشأ می‌گیرد به قطعیت ثابت نشده، اما دانشمندان در این مورد تئوری و نظریه دادند که تعداد این نظریات و احتمالات به بیش از 1000 می‌رسد. قرآن کریم اشاره بر این دارد که در ابتدا تمام کائنات یعنی آسمان‌ها و زمین و اجرام فلکی به هم چسبیده بودند و خداوند آنها را از همدیگر جدا نمود که تقریباً مشابه با یافته‌های علم ساینس و در تایید انفجار بزرگ می باشد. چنانچه الله متعال می فرماید اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. قرآن کریم موضوع وسعت یافتن کائنات را تأیید نموده می فرماید والسماء بنیناها بأید و انا لموسعون. آنچه از آیات قرآن کریم در سوره النازعات برداشت می شود ابتدا تعداد زیادی از اجرام فلکی و ستاره‌ها به شمول خورشید به وجود آمدند، سپس زمین و مخلوقات روی زمین خلق شدند. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. برافراشتن آسمان که دلالت بر خلقت ستاره‌ها و به وجود آمدن شب و روز که دلالت بر خلقت خورشید دارد قبل از خلقت زمین و مخلوقاتش صورت گرفته و بعد زمین و موجوداتش به شمول دریاها، کوهها و گیاهان خلق شده‌اند. و منطق نیز چنین تقاضا می کند، زیرا کهکشان راه شیری با تمام ستاره‌هایش اساس و مبدأ برای خورشید و نظام شمسی ما می باشد و خورشید من حیث اساس فرش و تهداب برای نظام شمسی عمل می کند و قبل از موجودیت خورشید شکل گرفتن اجزای فرعی نظام شمسی به شمول زمین و سیارات دیگر ناممکن است و همچنین خلقت موجودات زنده روی زمین به شمول گیاهان و یا چراگاه‌ها قبل از موجودیت نور خورشید ناممکن می باشد. اما ترتیب نمودن آسمان به 7 طبقه و یا هم خلقت 7 آسمان اتفاقی است که بعد از خلقت زمین و موجودات روی زمین صورت گرفته است، چنانچه الله متعال در 2 جای قرآن کریم به صراحت بیان می کند هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات.
و در جای دیگر به شکل مفصل این موضوع را چنین شرح می‌دهد: قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین و جعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم. از مجموعه آیات این بخش و آیات بخش‌های قبلی چنین برداشت می شود که در قرآن کریم خلقت آسمان و زمین یک موضوع و خلقت زمین و 7 طبق آسمان موضوع دیگری می باشد. یعنی بعد از انفجار بزرگ و یا به تعبیر قرآن جدا شدن زمین و آسمان ها از همدیگر، ابتدا تعداد زیادی از ستاره ها و اجرام فلکی به وجود آمدند. بعداً زمین و مخلوقات روی زمین خلق شدند، اما دور زمین و ستاره ها و کهکشان ها را یک کتله گازی و یا دودی احاطه نموده بود و خداوند بعد از خلقت زمین و موجودات روی زمین این کتله دودی را به 7 طبق آسمان مبدل نمود. بناهن 7 طبق آسمان در مافوق زمین و ستاره ها و کهکشان ها قرار دارند و آنچه انسان ها از ستاره ها و کهکشان ها به چشم یا توسط تلسکوپ مشاهده می کنند در بین آسمان اول قرار دارد. آنچه از مفاهیم آیات قرآن کریم استنباط می شود 7 طبق آسمان مانند کرات میان خالی می باشند که یک کره در میان کره دیگر قرار دارد و یا هم به تعبیر دیگر 7 طبق آسمان مانند پیازی می باشد که دارای 7 لایه است، اما با این تفاوت که لایه های پیاز با هم چسبیدند ولی طبقات آسمان از هم فاصله دارند. از آن جمله می توان با آیه ذیل اشاره کرد: و بنینا فوقکم 7 شدادا. در آیه فوق مراد از 7 شدادا واضح است که همان 7 طبق آسمان می باشد، اما آنچه که ما با آن نیاز داریم کلمه فوقکم می باشد. یعنی خداوند می فرماید در ما فوق شما 7 آسمان محکم را بنا نمودم. برای همه واضح است که شکل زمین گرد و کروی می باشد. پس ما فوق زمین تمام جهت‌های ششگانه و یا هم تمام زوایای هندسی را شامل می شود. بنابراین اگر قرار باشد 7 طبق آسمان در مافوق زمین قرار داشته باشند، پس باید از تمام جهت‌ها زمین را احاطه نموده باشند و این امر ممکن نیست مگر اینکه 7 طبق آسمان مانند 7 لایه پیاز یکی بالای دیگری قرار داشته باشند و جهان هستی را از تمام جهت‌ها احاطه نموده باشند. نکته باریک و قابل تذکر در آیه فوق این است که خداوند متعال از کلمه فوق الارض استفاده ننموده، بلکه از کلمه فوقکم کار گرفته است. زیرا اگر گفته میشد ما در مافوق زمین 7 طبق آسمان را بنا نموده ایم، ممکن بود چنین استدلال شود که آسمان ها در بالا و زمین در زیر آنها قرار دارد. یعنی میشد یک جهت خاص را من حیث جهت بالا انتخاب می کردیم که 7 طبق آسمان تنها در آن جهت واقع می بودند و جهت معکوس آن من حیث جهت پایین انتخاب می شد که زمین در آن جهت قرار می داشت. اما الله متعال در این آیه مبارکه می فرماید در مافوق شما انسانها 7 طبق آسمان را بنا نمودند. به این معنی که هر انسانی در هر گوشه و زاویه این کره خاکی موقعیت داشته باشد در بالای سرش 7 طبق آسمان قرار دارد و از آنجایی که زمین کروی می باشد و انسانها در همه نقاط آن پراکنده شدند، تنها راه تعبیر و تفسیر این آیه مبارکه این است که 7 طبق آسمان
مانند 7 لایه پیاز اطراف زمین و سایر اجرام فلکی را احاطه نموده باشند. بنابراین در هر جهت از جهتهای ششگانه اگر تیری پرتاب کنیم یقیناً اشاره به 7 طبقه آسمان خواهد کرد. آیات دیگری که این موضوع را روشن‌تر می‌سازند آیات 15 و 16 سوره مبارکه نوح است که خداوند متعال می‌فرماید: الم تروا کیف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا. آنچه آیات مبارکه فوق را از نقطه نظر بحث ما ارزشمند می‌سازد این است که الله متعال بعد از ذکر 7 طبق آسمان اشاره به موقعیت و مکان مهتاب و خورشید می‌نماید و می‌فرماید آنها را در میان 7 طبق آسمان قرار داده است. کلمه فیهن به معنای در میان آنها و یا هم در بطن آنها میباشد. به این معنا که آفتاب و مهتاب در بطن 7 آسمان قرار دارند و این امر ممکن نیست مگر اینکه 7 طبق آسمان آفتاب و مهتاب را از تمام جهتها احاطه نموده باشند. و اگر همان مثال پیاز 7 لایه‌ای را مد نظر بگیریم خورشید و مهتاب در مرکز و بطن پیاز قرار میگیرند که 7 طبق آسمان مانند 7 لایه پیاز دور دور آنها را احاطه نمودند. از مجموعه این 3 آیت فوق که در سوره های النبأ و نوح قرار دارند چنین استنباط می شود که شکل هندسی 7 طبق آسمان مانند پیاز کروی می باشد که دارای 7 لایه است، اما با این تفاوت که لایه های پیاز به هم چسبیده اند اما لایه ها و یا طبقات آسمان از هم دیگر فاصله دارند. زمین، آفتاب، مهتاب و دیگر اجرام فلکی مانند ستاره ها و کهکشان ها و آنچه ما به نام آسمان دنیا می شناسیم همه در بطن 7 لایه و یا 7 طبق آسمان قرار دارند و 7 آسمان مانند 7 کره میان خالی می باشند که یک کره در بین کره دیگر قرار دارد و دور دور عالم هستی را به شکل 7 لایه احاطه نمودند. بدون شک 7 طبق آسمان کتله‌های بسیار بزرگی می باشند و طبق اول آسمان بزرگتر از تمام کهکشان‌ها و شبکه‌های کیهانی می باشد و اگر تأثیر این کتله بزرگ را از لحاظ فیزیکی بالای کهکشان‌ها مورد بررسی قرار دهیم بدون شک این کتله بزرگ کهکشان‌ها را به طرف خود جذب می کند. به اساس قانون جاذبه هرقدر یک کتله به مرکز جاذبه نزدیکتر باشد به همان اندازه سرعت سقوطش بیشتر خواهد بود. بنابراین کهکشان‌هایی که به طبق اول آسمان نزدیکترند سرعت حرکتشان زیادتر است و کهکشان‌هایی که از طبق اول آسمان دورترند سرعت حرکتشان کمتر است. به همین دلیل کهکشان‌ها از همدیگر دور می‌شوند و ما که در روی زمین قرار داریم این پدیده را به نام وسعت یافتن کائنات یاد می‌کنیم. در این مورد توافق بسیار عجیب و دقیق میان آیات قرآن کریم و شواهد علمی وجود دارد. با اساس داشته‌ها و شواهد علمی انرژی تاریک یا عامل وسعت دهنده کائنات در حدود 4 یا 5 میلیارد سال پیش پا به عرصه عمل گذاشت و وسعت یافتن کائنات تعجیل مثبت را به خود اختیار نمود. از طرف دیگر به اساس داشته‌های علمی و ژئولوژیکی عمر زمین در حدود 4.5 میلیارد سال تخمین شده است. بدین معنی که شواهد علمی دلالت بر این دارد که وسعت یافتن کائنات بعد از پیدایش زمین تعجیل مثبت را به خود اختیار نمودند. و از جانب دیگر قرآن کریم هم میگوید که 7 طبق آسمان بعد از پیدایش زمین شکل گرفته است. بنابراین با اطمینان کامل میتوان گفت که عامل وسعت دهنده کائنات و یا منشأ انرژی تاریک طبق اول آسمان می باشد و این همخوانی دقیق یکی از معجزات علمی قرآن کریم است.